مادر جان یک سوال کنم خفه نمیشه؟ نه. وعده است خفه نمیشه؟ نه. سوال کنم تو دلپور دیگه سوال سوچ دلپور سوال کنم از پیش مادر جان عزیز. چی که تو یا نه یک گله گرفتی از دامادت؟ ایش نگرفتم، یک سوزن نگرفتم. در می خدا و قرآن و قسم که یک سوزن نگرفتم. ماشاءالله 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 سبحان الله. نگرفتیم یک سوزن. هیچ نگرفتیم. براتی نوروزی هیچ چیز نگرفتیم. دیگه به شرط هیچ چیزی نگرفتیم. فقط یک چیلا بلدشی خودش روان کرده. گرفتیم دیگه چیز نگرفتیم. این خدا چیز نمیایی. فقط دمنامش شده دیگه. چی که خوش هستی که دامادت قرضدار نکردی و محتاج دیگران نکردی. امیر رواج به کلگی گفته. آمین. امیر رواج به مادر جان عزیز چی که یک دعای مفهوم کرد. امیر رواج به کلگی گفته. آمین آمین آمین. چی که خوش هستی. خوشحالم. زیاد خوش هستی. کار خود خوشحالم. هم از خود خوشم، هم از بچه خور، هم از دختر خود که از دوست مادر کرد. وضع اقتصادی خودت چی رقم است؟ خود ما اختصاص ما دیگه ضعیفه. همین دمنانی بیگاه سبای خیم. این صفاکار هستیم، مرم پول تکنیک صفاکاری میکنم، 1,500,000 یعنی دیگه خودون چی مو آلی شرایط خبر دارید. دیگه کرای موتر خریگر، کرای نان خریگر، کاغذ جمع میکنم، بوتل جمع میکنم، من مزابر میکنم. امی بیگار که پیدا بازم دختر تا گلو تو یا نگرفتی؟ نه صد رحمت روزی مرا خدا میده. خدای بزرگ دانا و تنها از غزانی غیب خود براتان بود. خدا روزیت سالم عمر دراز. ما از کجا ازی میگرفتم؟ صد رحمت. هیچی جام داشت که ما ازی میگرفتم. چی که خوش هستی که قرضدار نشدی؟ چی که خوش هستی که دوی صبح وکیل صاحب خیلی خوش هستم. ولی فعلا در افغانستان اینطوری خیلی کم پیدا میشه. ما که خوشحالم که روی سنازمت دور داده. ما که مگه خاله نیست مادری مرد مادر قبول کرده دیگه. ما خاله نیست، خاله مکمل مادر است. ولی مکمل مادر شده. فقط امر کو چی کنم از لیست بکشم یا لیست بندازم؟ دلت فقط امر هرچی که مردی ده. نه امر نه خودت بزرگ دفتری ما هستی. فقط بگو چی زود کو بگو. لیست میگیری دلت که میکشی. بگو زود کو تو. هرچی که جراکه. من امروز برات مادر میگم. هرچی که جراکه خودت. نه نه فقط امر کو اینا کلام دست. هرچی که جراکه. نه زود بگو. لیست بگر. خوشی دختر و داماد شد. تشکر از شما. همیشه خوشحال باش. صحیح شد؟ باز تذکر وکسایت باز روان کن. صحیح شد؟ روان کن؟ امور باز چیز میکنیم. اجازه است همین مادر جان همین پیام بزرگی تا در صفحه خود بمانم؟ بمان جای بچه. بخیر باش. زنده باش. با پای چی میگه با پای هم پیر شوین؟ الهی امی تو میگه که تو نشو که باز یک اشتباه لفظی رو بکنم. می خوب است همین چند روز که میشه که از ثبت نام برارای خودم میکنم باز کم ذره یاد گرفته یعنی لهجه آزاره گیرم کم ذره یاد گرفته. بخیر باش خدا نیک مبارک کنه. تشکر از شما. خدا نیک مبارک. شما همیشه خوشحال باشید. بخیر باش. سلامت باش.